بسم الله الرحمن الرحیم. سپاره ششم شما باز بکنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینال ما شما در سپاره ششم که رسیدیم، سوره نساء آیت 148. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه اجمعین. در جزء ششم که ادامه سوره النساء هست، ما و شما در آیت چندم رسیده بودیم؟ در آیت 148 رسیده بودیم که آیت 46 این حکم چی را بیان میکنه؟ فاش کردن زشتی ها. الله متعال میگه لا يحب الله متعال دوست نداره الجهر بالسوء، که یک کسی زشتی ها را به شکل جهری و علنی و بلند، با صدای بلند، من القول، از سخنا را بگویه. یعنی الله دوست نداره که کسی زشتی های کسی را یا بدی های کسی را برای مردم قصه بکنه و یا توصیف بکنه. این بسیار بد الله میه و متاسفانه بسیاری کسا در این مرض مبتلا هستند، چی در ظاهر یک کسی با الفاظ زشت یاد میکنن و زشتی های از را میگن، و یا هم مثلا در غیاب مثلا غیبت میکنن و حتی وقتی برشان گفته شده باز شیطان وسوسهشان میکنه و برای خودش مفتی میشه. لکن الله متعال میگه که لا يحب الله دوست نداره الجهر بالسوء، که یک کسی بدی های من القول، از سخنان جهری بگویه، بلند بگویه. الا فقط در حالت استثناء چی است؟ به استثناء من کسی که ظلم کرده شده هست. یعنی چه قسم ظلم کرده شده؟ مثلا یک نفر حقش خورده شده یا کسی در حقش ظلم کرده، پس این میخیزه برای قاضی یا در محکمه، برای قاضی امو شکایت خود به صدای بلند میگه. اینالی به استثناء هست. چرا که مظلوم هست و مظلوم مجبور است به خاطر گرفتن حق خود امو ظلم های و جانب مقابله برای قاضی بلند بگوید. این حالت استثنایی هست. اما اگر انسان میفهمه که من مظلوم نیستم، سر مظلوم نشده، از این خاطر از بلند گفتن امو سخنای زشت از این بسیار خودداری بکنه. و کان الله سمیعا علیما، و الله متعال سمیع هست، یعنی میشنوه آنچه که شما میگین، و علیم است و آنچه که شما مخفی میکنین یا آشکار میکنین یا در قلبتان نگه میدارین، کل از این را میفهمن. چهارمی حکم آشکار کردن و مخفی کردن نیکی ها و عفو کردن. اما در قسمت نیکی ها چی است؟ این تبدو خیرا، اگر کارهای نیکتان را آشکارا بکنین، او تخفوه، یا کارهای نیکتان مخفی نگه بدارین، کس را خبر نکنین. مثلا بعضی کسا هستن صدقات میتن مردم میفهمن، و بعضی کسا صدقه میتن و کسی سرشان خبر نمیشن. الله متعال میگه اگر کارهای خیره شما آشکار میکنین یا مخفی میکنین، او تعفو عن سوء، یا مثلا یک نفر بر شما بدی کرده و شما او رو بخشش میکنین، هیچ بدیش یاد نمیکنین، فإن الله كان عفوا قدیرا، یقینا که الله متعال پذیرنده عفو و قدرتمند هست. پس این برای انسان در این صورت برش ثواب هم داده میشه و اجر هم داده میشه. پنجمی حکم کفر، تفرقه افکنی و ایمان به بعضی و کفر به بعضی دیگه. این الله متعال میگه ان الذين يكفرون بالله و رسوله، یقینا کسایی که کافر میشه به الله و رسولش، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، اینا تفرقه میکنن
بین الله و رسولش. مثل همین قرآنیون که حالا بر آمدن یک تعداد اینیا تفرقه میکنن بین الله و بین رسول. چی میگن؟ ما قرآن که کلام الله هست قبول داریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نداریم. او برادر، قرآن هم الله وحی کرده و احادیث هم الله وحی کرده. همو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن بر ما انتقال دادن، اونمو اصحاب حدیث هم انتقال دادن. اگر صحابه هم، لکن مشکل قرآنیون چی هست؟ یا نمیفهمن یا میفهمن. اصل مشکل دیگه از کسایی که امی گروپ قرآنی ها را جور کردن که اینا از احادیث دوری میکنن، اینا اتو برنامه را جور کردن. یه وقت یک کسی به نام سید احمد خان بود، اصلی رهبر و کلان اصلی. امو سید احمد خان یک هندی هستن که در وقت انگلیسا در شرکت شرکت هند شرقی میگفتن که انگلیسا جور کرده بودن. باز در اوج یک تعداد از نصرانی ها، یک تعداد از کشیش ها، مبشرین از اونا که مبشر میگن، اینا می آمدن در امی هند شرقی. یک تعداد مردم هندوستان، وقتی پاکستان و بنگلادش یا نبود، یک هند بود. اصلا هند یک سرزمین مسلمان ها بود و امپراتوری مغولی بود مسلمان ها. این انگلیس ها آمدن و از مسلمان ها به شکل از اشکال با چل گرفتن و بالاخره بازی رو تقسیم بندی کردن. هندوستان برای بت پرستا دادن و به این شکل تقسیم بندی کردن. اینا حالا گپ در اینجا در کجا بود که اینی سید احمد خان پیش امو کشیش های نصرانی خطرناک پیش از اونا درس خواند و سید احمد خان، اگر شما باز نامش نوشته کنین، باز یک پوهنتون ساخت در هندوستان به نام علیگڑھ، یک پوهنتون ساخت و بسیار کفریات ای از طریق از این پوهنتون نشر میکرد و ای کت انگلیس ها مثلا خیز جهاد رد کرد و جهاد مسلمان های هندوستان به نام بغاوت هند کتاب نوشته کرد. بغاوت یعنی جهاد، نامش بغاوت ماند. انگلیس ها از این راضی شدن و ای در امی شرکت ارتباط داشت. باز بر از این رتبه از سیر دادن، یعنی بسیار آدم کلانه که در انگلیس ها یک رتبه کلان بود، ایره برش دادن و ای امی حرکت قرآنی ها را امی تأسیس کرد. این مؤسسش از اصلش و باز از اینجا از هندوستان باز رفت در دیگه کشورها هم امی قسم انگلیسی را چی کرد؟ پخش کرد. و امروز مثلا بر از اینا امکانات و دفاتر و مثلا تلویزیون و ایگپا در امریکا و در کشورهای کفری بر از اینا داده میشه. خلاصه این حرکت چه قسم یک حرکت است که یک تعداد جوانای احمق و بیعقل اول شک میپردن در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که این احادیث مثلا چقدر وقت بعد نوشته شده و چطور شده، در حالی که یکی نوزه که اگر شک کس هوشیار باشه میگه خب امی صحابه‌ای که احادیث حفظ کرده بودن امیا بودن که قرآن هم حفظ کرده بودن. قرآن هم در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده، احادیث هم در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده. قرآن هم در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط هزاران صحابه حفظ شده و احادیث هم توسط هزاران صحابه حفظ شده. بنابراین امو صحابه، امو تابعین، امو تبع تابعین امیا بودن که قرآن هم وقتی که کاغذ آمد، حالا بسیاری کسا باز این قرآنی ها چی میکنن؟ اول شک در حدیث میرن. وقتی که خوب یک جوان با این شکل قناعت دادن، یک سال دو سالی را قناعت دادن که از حدیث اوسونش کردن، باز دیگر روز برش میگه که حدیث هم سر قرآن باز شروع میکنه. اول از حدیث شروع میکنه. شیطان خود چیست؟ تدرج داره. باز بالاخره داخلش میکنه در کجا؟ داخلش میکنه در کفر کلانتر. باز او چی است؟ میگه که این قرآن هم مثلا ایره عثمان نوشته کرده، اما این جاهل نمیفهمه که عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن نوشته نکرده. عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در تخته ها نوشته شده بود، در خانه های صحابه پیش هر کس بود. وقتی که ابوبکر صدیق آمد، امی قرآن شریف امو گروه از کاتبین، کسایی که قرآن کتابت داشتن با سواد بودن، امو گروه خاص و با امرای حافظای قرآن یا کل از اونا شیشتن امو چیزایی که در لوحات در خانه مردم نوشته شده بود، کل از اونا را آوردن
و در چیز جمع کرد و اینا کلش ترتیب کردن. امو لوحات و امو پوست شتر بود و پوست گوسفند بود. اون وقت وسایل نوشتاری همین چیز بود دیگه. باز بعد از این آوردن و ماندن در خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بعد از رحلت ابوبکر صدیق رضی الله عنه همین قرآن با همین شکلی که بود، بیرون حافظای قرآن هستن، قرآن اونا میخوانن و مثلا تلاوت میکنن، قرآن 30 سپاره در سینه های کلگی از صحابه کلگی میفهمن. بعد از همین نوشته شدگی را در خانه عمر رضی الله عنه بود. وقتی که عمر رضی الله عنه رحلت کرد، ایمان در خانه حفصه رضی الله عنها. حفصه دختر عمر رضی الله عنه بود و حفصه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این دقیقه پیش بیبی حفصه بود. وقتی که عثمان رضی الله عنه وقتش آمد، در وقت عثمان رضی الله عنه کاغذ پیدا شد. دست که حالا مثلا ما شما کاغذ داریم، برای عثمان رضی الله عنه مردم گفتن که این کاغذ از چین آوردیم. آل امی قرآن شریفی که در روی چی نوشته هستن، همین قرآن شریفی که در پوست گوسفند و در پوست شتر و در تخته سنگ است و کل از اونها در خانه حفصه هست. عثمان رضی الله عنه همون گروپی از کاتبین وحی و متخصصین و حافظای قرآن اینا را میخوایم که شما و کسایی که خط بسیار خوبش دارن اینا را هم میخوایم میگه شما اینا را قلم بگیرین و همون قرآن شریف آل مثلا ما و شما یک سند را پیدا میکنیم، یک سند تاریخی را و ما میگیریم مثلا اون سند تاریخی در کلان جای نوشته است که قلم خود رو میگیریم در اینجا نوشته میکنم، باز امیر میگیریم در موبایل خود میپرتم. هیچی آیا ما کدام روابری کردیم؟ نه، خازون عثمان رضی الله عنه در وقتش فقط چی است؟ کاپی گرفتن است از او در ورق نازکتر. باز عثمان رضی الله عنه از این چند کاپی گرفتن و امیر بردن به کل ولایت های خلافت اسلامی. چی کردن؟ به هر ولایت یک نسخه رو روان کردن و گفتن که این نسخه است که از طرف امیرالمؤمنین خلیفه مسلمان ها این تایید هست و این کمیته بسیار خوبی سرجی کار کرده و کمیته یعنی در خلافت اسلامی تمام وزیرایی که هستن و رهبریتی که هستن، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعینی که هستن، کل از اینا این دیدن و این حافظای قرآنی که در این هستن کلشان این دیدن، بنابراین گفتن که این قرآن عظیمشان بر از اونا روان کرد، شما از استفاده کنین و تا ای که بر مردمی که حافظ قرآن نیست در تلاوت از این مشکل نباشه. اینال مشکل چی هسته؟ مشکل منافقین این خطرناک است که اینال چی میگه؟ ان الذين یکفرون بالله، کسایی که به الله کافر میشن و رسوله و به رسولش کافر میشن و یریدون و اینا چی اراده میکنن؟ چرا کافر میشن؟ میگه به خاطر که یفرقوا بین الله و رسوله، در بین الله و رسول الله فرق میکنن. الله رب العالمین خالق ما هست و وقتی که الله متعال امر کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم احکام الله را تبلیغ میکرد. پیغمبر از دل خود و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر هیچ چیزی را از دل خود نگفته. حتی در آیت دیگه، آیت قرآن مثلا میگه که وقتی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وحی ملائکه مراقبین هستن، پیغمبرها را کنترل میکنن. در آخر سوره جن بخوانین. و در آیت دیگه الله متعال میگه که ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ای پیغمبر یک سخن از دل خود در آنچه که ما برش میگیم از احکام از دل خود تقول بکنه، یعنی از دل خود یک گپ بگویه، لاخذنا منه بالیمین، الله متعال میگه از این دست راستش میگیریم، ثم لقطعنا منه الوتین، باز رگهای گردن و رگهای شکم از زیر هم پاره میکنیم. به این اندازه الله سخت میگه که این کلام رب العالمین است که از این زیادت و نقصان کرده نمیتونه خود شخص پیغمبر نمیتونه، که اگر میکرد باز ما این قسمی را جزا میدادیم. پیغمبر از این خاطر ملک آسمانی که امین آسمان از جبریل امین به امین زمین که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، هر دویشان معصوم، هم اون ملائکه معصوم است، یعنی به بسیار عصمت و پاکی جبریل امین از کجا؟ از لوح محفوظ که الله برش میته وحی را، جبریل امین ایره میگیره و میاره به رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبش میگذاره و در هر ماه رمضان با جبریل میایه و رسول الله صلی الله علیه و سلم کتش گردان میکنن
حتی میگه در سال آخر 2 دفعه گردان کرد کل قرآن از اول تا به آخر، که اگر در اونجا کدام چیز از پیش از این چیز شده باشه باز این برش اصلاح میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چون حکم الله در قلبش انداخته، حتی در اول رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد عجله میکرد، بس میگه عجله نکن، الله متعال میگه ما در قلب تو جاگزین میکنیم که هیچ دو چیز نباشه. لکن با وجود از این هم به خاطر از که مثلا بسیار ما و شما بفهمیم، جبریل امین سالانه میامد آنچه از قرآن به رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر مرحله نازل شده، جبریل امین علیه السلام میامد که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار کرده میرفت. این حال بعضی کساست امی علوم قرآن یک مضمون است، در علوم قرآن مردم دکترا میگیره. این حال ایره ما در پانتون من حیث یک مضمون وقتی که میخواندیم، بعضی کسا مثلا ایره نمیخوانه نمیفهمه، میخیزه از دل خود گپ میزنه و این سبب کفرش میشه. میگه اینا تفرقه میاندازن بین الله، بین حکم الله و حکم پیغمبر. پیغمبر از دل خود حکم نمیکنه، کلش حکم الله هست. بعضی کسا میگه که این قرآن از جانب الله است، سنت از جانب پیغمبر است. نه خیر، قرآن هم از جانب الله هست و سنت هم از جانب الله است، او هم حکم الله هست، این هم حکم الله هست. قرآن هم وحی هست، منتها او وحی جلی هست و این وحی خفی است. وحی جلی است که او لفظش و معنایش کلش از جانب الله هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و در نماز را میخوانیم. حدیث چی است که لفظش مثلا به رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که تبلیغ شده، جبریل امین آمده برش گفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم با الفاظ خود، با جملات خود او را تشریح کرده و بیان کرده، یا با اعمال خود امو حکم تطبیق کرده. این حال باز با الفاظ حدیث ما در نماز خوانده نمیتونیم، در حالی که احادیث هم به اساس آیت قرآن و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسائل دینی برش وحی. از این خاطر اینقدر ادب داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر کس میامد برش یک سوال میکرد، تا وقتی که جبریل امین نمیامد و حکم الله را برش نمیگفت، ابراز نظر نمیکرد. شما بسیار سوالایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شده هست، شما ایره بخوانید و ببینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسئله چی کرده. منتظر بوده تا که ملک وحی بیایه و برش حکم برش بگویه. حتی همون خانمی که در سوره 28 است، خوله رضی الله عنها، وقتی که میایه و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تو پیغمبر الله هستی، مشکل مدین تو دارم، شوارم این تو دقم ظلم میکنن، مرا امی قسم پاد هوا ماندم، بر ما گفته تو اظهار کرده و قسم یاد کرده و چی گفته، و گفته که تو مثل مادرم وارثی وی قسم هستی، حکم از چطور است؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم ساکت است و برش میگه تا بال حکم نامده. بازو اصرار میکنه تا ای که جبریل امین میگه، باز میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الی الله. اینا دی کلش مسائل هست که الله متعال میگه که منافقین یادت دارن، کسایی که کافر شدن به الله رسولش و تفرقه افکنی میکنن بین ازی و یقولون نؤمن ببعض، باز میگه ما و بعض از ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم، سبحان الله، و نکفر ببعض، و بعض دیگهش کافر میشه. مال منافقا و امروزی با منافقای وقت هیچ تفاوت نداره، عین گپ که وا میزدن یا هم میزنن. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، باز میگه در بین ازی برای خود یک راه بگیرن، یعنی یک راگک، یک فرقگک، یک گروه دیگه برای خود جور میکنن. این فرقه نام چی است؟ میگه ما قرآنیون هستیم. اوه قرآنیون، اول که نامش بشنوی میگه قرآنیون هستن، یعنی قرآن قبول دارن. این چقدر خوب گپ است. پسان که باز میگه که نه، ما قرآنیون به این معنا هستیم که احادیث قبول نداریم. خب بازیر مردم میگه که انتم الزنادقه، شما زندقیون هستین، قرآنیون نیستین. الله متعال دربارتان چی میگه؟ الله متعال میگه اولئک هم الکافرون حقا، این مردم کافرای حقیقی هستن، هیچ شک نیست. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و برای کافرها میگه الله متعال میگه یکی عذاب علیم است، دردناک. برای از اینا عذاب مهین گفته شدن. مهین چی معنی؟ یعنی مثل که یک نفر در جای دیده باشین، دیوان زندان یگانجا، مثلا یک زندانی را همون نفر میزنش، یک 2 3 سیلی و 5 سیلی میزنش، خب تنها یا میزنش یا برق میتیشه چطور. اما یک زندانی دیگر که میره با حضور دو زده و بیاب کرده و خوب به عزت کرده، ایرا عذاب میکنه. بر از اینا در روز آخرت هم عذاب هستن که خوب عذاب سایکولوژی و نفسی هم بر از اینا داده میشه، عذاب مهین. ششم، و این ما بسیاری وقتا در چیز که درس میدیم، باز ما میفتیم این در مسائل سایکولوژی اسلامی که است. در سایکولوژی یعنی
همین روانشناسی اسلامی چی است؟ یعنی در قرآن آمده که بعضی عذابش علیم دردناک است و بعضی عذابش مهین است، یعنی عذاب چی است؟ روانی و سایکولوژی هست که تو برشان مثلا میگه که تو مسلمان هم بودی، تو را بلا زده بود و این را هم گفتی، باز آمدی قرآن هم میگفتی و نماز هم میخوانی، باز بعد از این کفر میگفتی و تو کافر حقیقی بودی. ششم، حکم ایمان بدون تفرقه افغانی هست که باید انسان مسلمان این کار نکنه. والذین آمنوا بالله و رسوله، و کسی که ایمان به الله و رسولش، ولم یفرقوا بین احد منهم، و اینا بین از اینا تفرقه نکردن. الله را فهمیدن که الله رب العالمین است و رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول رب العالمین است، یعنی این هم از جانب الله آمده هست. این را میشناخت. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، بین برزنا اجورشان داده میشه، اجرشان داده میشه. اجر الله در روز آخرت بر مؤمنین چی میده؟ نعمتهای جنت میده. و کان الله غفور رحیم، و الله متعال بسیار مغفرت کننده و بسیار مهربان است. بحث دومی که در این درس ما و شما صفات اهل کتاب و نتایج و احکام گمراهی. الله متعال برای ما و شما بیان میکنه که صفات منافقین فهمیدین. از جمله دشمنای توحید که با توحید دشمنی دارن، این اهل کتاب یهود و نصارا بودن. اول صفت از اونا چی است؟ اولی صفتشان در سوره نساء آیت 153 میخوانیم که صفت درخواست های بیجا. اهل کتاب به اساس درخواست های بیجایشان اینا کافر شدن و بسیاری کسا را ببینیم همین درخواست های بیجای از اینا قیل و قال میکنن، زیاد دیگه گپای بسیار هم میشن. اگر برشان درس تفسیر بیتی گوش نمیگیرن، اگر برشان درس حدیث بیتی گوش نمیگیرن، اگر برشان مثلا قرآن بگویی تمام روز از دین تشریح کنیم، هیچ وقت هم تا یاد نمیکنن که والا خیر ببینین استاد امی درس تفسیر دادین و این سختی رمضان دایی این یاد نمیکنن. اما اگر یک کلمه از پیشت یا مثلا موضوعات اختلافی و جنجالی و یک گپی را آمدی که او گپ مثلا قناعت تو حاصل شده، یک گپ خیر میگی، باز اونجا ببینی، باز اگر میخواین که درباره انسان اگر اعلان کنی که ما درباره انسان گپ میزنم، باز ببینی که یک وقت سال میکنی که در لایف 10,000 نفر شده. چی گپ است؟ والا ما امشب اعلان کردیم که ما میخوایم در شب جمعه درباره فلانی شخص گپ بزنم. اما اگر مثلا درباره رب العالمین گپ میزنیم و کلام الله گپ میزنیم که این سبب نجات میشه، باز مردم ببینه که چی هستن؟ مردم ببینه که هیچ گوش نمیگیره و باز من همین درخواست های بیجا و غلط داده میرن زیادتر. اینجا الله متعال میگه که همین اهل کتاب مشکلشان چی بود؟ درخواست های بیجا داشتن. وقتی که دین برشان گفته میشد، این فراتر از دین سخنهای دیگه میخواستن. الله متعال میگه یسألک اهل الکتاب. اهل کتاب حتی آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتن که برای ما تو مثل که موسی علیه السلام در کوه تور رفت، امی کتاب تورات یک جایی آمد. خیلی تو که پیغمبر هستی، از تو هم ما میخوایم که یک دانه کتاب آمد مثل تورات واره یک جایی بیاره. الله متعال گفت یسألک اهل الکتاب، از تو سوال میکنه، اهل کتاب درخواست میکنه ان تنزل علیهم کتاب من السماء، که یک کتاب از آسمان بر از اینا یعنی کامل بیایه. آیات خو میایه، قرآن خو میایه، لیکن قرآن در هر حادثه میایه به تدرج به ترتیب، مثلا تا که صحابه رو خوب هضم کرده بتونن، خوب بفهمن، خوب دقیق شون. این میگه نه، اما تو کتاب مکمل بیایه، می الف لام تا به میوان ناز دمی یک مرتبه مثل زواره. الله متعال میگه فقط سألوا موسی اکبر من ذلك، میگه اینا از موسی علیه السلام از این کدام بزرگتر سوال کردن، درخواست کردن. موسی علیه السلام خود تورات مکمل آورد برشان، خب بس اون پیغمبر است. نه، از او چی سوال کردن؟ از او از این که بلندتر سوال کردن. فقالوا ارنا الله جهرة، بر موسی علیه السلام امینا گفتن که همین بنی اسرائیل که بر ما الله را باید آشکارا، ما غیب قبول نداریم، باید به چشمای خود ببینیم. همین بسیاری کسان هستن که مثلا میگه که کجا هست مثلا ملائکه، کجاست الله هست، بر من نشان بده. این گپای دشمنای توحید است. فاخذتهم الصاعقه، الله متعال میگه اینا را باز اموجه یک صاعقه گرفت. صاعقه اینا را گرفت
و اینا چی شدن؟ به ظلمهم، به ظلمشان. ثم اتخذوا العجل، باز تنها به این گپ اکتفا کردن؟ نه، میگه باز بعد از او که الله اینا را باز یا مرده بودن پس که دوباره زنده شدن، باز الله برای یک فرصت داد، میگه بعد از او باز گوساله را به عبادت گرفتن. موسی علیه السلام کتاب تورات هم کامل آورد. خب کتاب تورات که باز چی کردن؟ یه کسی که میخواد انتقاد بکنه و قیل و قال بکنه، هر قدر برشان گفته بری او قناعتش نمیشه. یک وقت در یک صنف من رفتم، یک صنف فلسفه بودم این پانتون، در اونجا فلسفه وقتی که میخوانم، این فلسفه که است استادای از اکثر کمونستا هستن از زمان امو کارمل و نجیب و اینا، امو استادا پیر شدن لکن کافر هستن. خوب 100% خصوصا استادای فلسفه. این دیپارتمنت فلسفه که میرفتیم اینجا، ما میرفتیم یک مضمون ثقافت اسلامی، در یک صنف رفتم، صنفای 4 هستن. یکیش بر ما گفت استاد ولی می استاد میه، استاد شرعیات میه و بر ما هر وقت ما سوال میکنیم بر ما جواب میگه، سوال میگه جواب میگه. خب بازم قناعت ما حاصل نشده. ما گفتم برادر شما مشکل تانی است که شما اصلا در دلتان کافر هستین. از این خاطر برای کافر که هر قدر شبهاتش جواب گفته بریم دیگه شبهه میره. یک روز تباری حقوق زن پرسان میکنه که باز برش خوب گفتی دلایل حقوق زن، باز میگه حقوق طفل چطور میشه، باز عموق فهم غلط خدا باز رو برش بگی، باز میگه مثلا ازواج پیغمبر چطور میشه، باز رو برش بگی. خب خلاصه قیل و قال از اونا خلاص نمیشه. مثل اینمی اهل کتاب بنی اسرائیل که اینا کافر شدن. موسی علیه السلام برشان کتاب مکمل تورات آورد، گفتن الله را بر ما آشکارا نشان بده. موسی علیه السلام وقتی که بر الله متعال درخواست کرد که الله متعال به طرف کو تجلی کرد، کو چی شد؟ کو تاب و توان آوردن نتانست، افتادن. این میایه همی قصه های موسی علیه السلام باز میایه درشید. اینال الله متعال میگه یا از این قدم بزرگتر هر چیزی کار گپی از اینا که موسی علیه السلام میکرد معجزات دیدن کل چیزا را، لکن با وجود ازی وقتی که نوبتش رسید باز گوساله پرستیده شروع کردن. من بعد ما جاءتهم البینات، گوساله را متپرستش نکردن که به عقل است و جاهل است و نمیفهمه و اسپاد، نه خوب برشان آیات احادیث کلش آمده. این فعفونا عن ذلك، میگه ما از این هم عفو کردیم و آتینا موسی سلطان مبینا، برای موسی علیه السلام بسیار دلایل یعنی بسیار معجزات برش دادیم اگر اینا چی کنن، لکن اینا مشکلشان همین قسم است. دوم صفت که صفت عهد شکنی و چی است از صفات از اهل کتاب؟ عهد شکنی و بی ایمانی اکثریتشان است. بنی اسرائیل اکثریتشان بی دین و بی ایمان هستند. اللهم الا یک تعداد کم و رفعنا فوقهم الطور، الله متعال میگه بالای از اینا کوه طور بلند کردیم، به میثاقهم، به میثاق و عهدی که اینا کرده بودن، و قلنا لهم، میگه ما برش گفتیم که ادخلوا الباب سجدا، در این شهر که شما میرین در فلسطین اینجا با احترام سجده کنان برین. شما میگین که ما به بیت المقدس احترام داریم، امیال ادعا میکنن که ما به بیت المقدس در قدس شریف احترام داریم و به این اماکن جاهای پیغمبرای ماست برای جای ایمان داریم. در جاهایی که پیغمبرا اینجا قدم گذاشته‌اند و در جاهایی که پرتان مقدس است، در اونجا بی اندازه قتل و جنایت میکنن که امروزی هم میکنن. نمیبینه که چی حال اینا انداختن؟ فحشا و منکر و حتی انسان فروشی، اونجا در پای تختشان حتی انسان فروشی، هر قسم زنا و گناه و تمام بدی ها هست. الله متعال میگه که این وقت بر زنا گفت که در این قریه که فلسطینی ها هستن شما بنی اسرائیل داخل شوین. اونجا فلسطینی ها بودن، یارا گفتن که شما برین در این قریه داخل شوین. و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، شما وقتی که در این قریه داخل شدین در سبت یعنی در روز شنبه شما تجاوز نکنین، یعنی روز شنبه شما حق ماهیگیری ندارین. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، الله متعال میگه از پیش از اینا خوب اما پیمان محکم هم گرفتیم. فبما نقضهم میثاقهم، میگه به سبب شکستاندن امی عهد و کفرهم بآیات الله و کافر شدنشان با آیات الله و قتلهم الانبیاء، سکو چند عیب دارن. عهد شکنی یک عیبشان، با آیات الله کافر شدنش دیگه عیبشان، و قتلهم الانبیاء بغیر الحق، حتی کشتن پیغمبرها بدون حق، این سه عیبشان. و قولهم، و این بیادبیشان که قلوبنا غلف،
قلبای ما قلف است. ما گپ نمیشنویم. موسی علیه السلام گفتن قلبای ما قلف است، در این گپ داخل نمیشه. بل طبع الله علیها بکفرهم، بلکه الله مهر نهاد بالای قلبای از اینا به سبب کفرشان. فلا یؤمنون، پس اینا ایمان نمیرن الا قلیلا. سومی صفتشان چی هست؟ که ای بنی اسرائیل سر بیبی مریم دختر پاک و با ایمان که الله متعال برش معجزات نشان داد و پاکی از این در کجایی تربیت شده بود، پیش مثلا زکریا علیه السلام و در جای بسیار خوب و پاکی تربیت شده بود. کل زیر به چشم خود میدیدن و پاکی و عفت بیبی مریم. و بعد از اینکه الله متعال به معجزه عیسی علیه السلام برازی داد و خود عیسی علیه السلام در اون داخل مهد خود در گهواره خود گپ زد، لکن بنی اسرائیل چی کردن؟ و به کفرهم، و به کفر کردن، بیبی مریم به زنا متهم کردن و عیسی مسیح علیه السلام اینا ولد چی میگفتن؟ ولد بیبی مریم میگفتن. یعنی بسیار کلمات زشتی که حتی انسان گفتن نمیتونن. و به کفرهم، و به سبب کفرشان و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و به خاطر که این تهمت بزرگ زنا را بالای بیبی مریم کردن. این دیگه عیبشان بود. چهارمیش چی هستن؟ ببین صفات دشمنای توحید. چهارمی ادعای دروغین قتل عیسی علیه السلام. اید ادعای دروغ کردن که ما عیسی مسیح را کشتیم. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، گفتن که ما عیسی پسر مریم که تخلصش مسیح بود و ای رسول الله بود میگه ما ای را کشتیم. و ما قتلوه، الله متعال میگه و ما قتلوه، عیسی مسیح را قتل نکردن. و ما صلبوه، و او را در صلیب اویزان نکردن. ولکن شبه لهم، لکن ای برشان یک شبهه شد. و این الذین اختلفوا فیه، و یقینا کسایی که در این مسئله اختلاف کردن، لفی شک منه، در این مسئله بسیار شک پیدا کردن. ما لهم به من علم، این کل گپایی را که میزنن ای به حساب شک است، برشان علم نیست. الا اتباع الظن، علم ندارن لکن ای از گمانهای خود مطابقت میکنن. الله متعال میگه و ما قتلوه یقینا، اینا عیسی مسیح علیه السلام یقینا قتل نکردن. چی شد؟ الله متعال میگه بر رفعه الله، بلکه الله عیسی مسیح بالا کرد به طرف آسمان، الیه به سویش، یعنی به طرف الله به آسمان این بالا کرد. و کان الله عزیزا حکیما، الله ذات عزتمند غالب و حکم کننده با حکمت است. و این من اهل الكتاب، و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، و هیچ کس از اهل کتاب باز نمیمونه که مگر قبل از مردن ازی به ایمان بره. عیسی مسیح علیه السلام در آخر زمان میایه و این کسایی که ادعا میکنن باز میفهمن که عیسی مسیح علیه السلام این نمرده هست و آمد و این صلیبش دروغ است. از این خاطر و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و در روز قیامت هم عیسی مسیح علیه السلام سر از اینا شاهد میباشن که اینا دروغگوی هستن. فبظلم من الذین هادوا، الله متعال میگه به خاطر ظلم از اینا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. پنجمی صفت از اینا چی بود؟ پنجمی صفت از اینا که اینا بسیار ظلم میکردن، ظلم به نفس خود میکردن و این ظلم به نفس از اینا سبب چی شد؟ از این خاطر سرشان بسیار طیبات حرام شد. چرا؟ اینال صفت ظلم بالای نفس خود، یعنی نافرمانی، ظلم و نافرمانی الله را میکردن. وقتی که ظلم نافرمانی الله را کردن، الله متعال میگه فبظلم من الذین هادوا، به سبب ظلم یهودیا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، سر از اینا حرام شد او چیزهای خوراکای خوبی که حلال بود برشان. و بصدهم عن سبیل الله، دیگه صفت از اینا چی است؟ یعنی اینا مانع واقع شدن از راه الله. این دو صفت زشت دیگه از اینا بیان شد. دیگه صفت از اینا چی هست؟ دیگه صفتشان که در این آیت دیگه بیان میشه سودخوری و خوردن مال مردم به باطل. سودخور هستن و مال مردم به باطل میخورن. الله متعال در آیت 161 سوره نساء میگه و اخذهم الربا، اینا سود میگیرن و قد نهوا عنه، در حالی که اینا از این سود منع شدن. و قد نهوا عنه، از سودخوری منع شدن. و اکلهم الاموال الناس،
و دیگه چی عیب دارن؟ مال مردم میخورن بالباطل و باطل. این صفات زشت بنی اسرائیل از اهل کتاب. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. و کسایی که از اینا کافر شدن برای اونا الله میگه عذاب بسیار دردناک آماده کردیم. لکن الراسخون فی العلم، لکن بعضی از بنی اسرائیل هستن که اونا در علم خوب رسوخ دارن، مثل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. منهم، ای راسخ بود در علم، ای خوب در کتاب میفهمید، رسوخ داشت. یعنی راسخ چی معنی؟ یعنی همون کتاب تورات خود درست میفهمید. کسی چی میکنه و کسی که همون کتاب خود درست بفهمه؟ والمؤمنون و مؤمنایشان یؤمنون بما انزل الیک. باز اونا رسول الله صلی الله علیه و سلم الله میگه اینا باز ایمان میارن. یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و به اون کتابایی که قبل است به او هم ایمان دارن. والمقیمین الصلاة، نماز میخوانن. والموتون الزکات، زکات میدن. والمؤمنون بالله والیوم الاخر، به الله و روز قیامت ایمان دارن. الله متعال میگه اینی بنی اسرائیل که با رسول الله صلی الله علیه و سلم و به قرآن ایمان میاره، مثل که در کتاب‌های دیگه هم ایمان داره و به الله و رسولش ایمان داره، مثل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. بر از اینا باز ما اجر بسیار بزرگ میدیم. آل عبدالله ابن سلام و امی قسم سلمان فارسی و چند نفر از علمای یهود و نصارا بودن که اینا مسلمان شدن. خب این الله متعال میگه اینا هستن. مطلب دوم که در اینجا میگه باز حقیقت‌ها و احکام عمومی رو بیان میکنه. احکام است که اهل کتاب بود مردم در شبهات میپردن. حقیقت اول، چند حقیقت اول الله متعال بیان میکنه که باید این انسان مسلمان بفهمه و تحت شبهات شک و شبهاتی که اهل کتاب میپرتن در زیر شبهات از را نره. حقیقت اول چی است؟ حقیقت اول این است که وحی برای تمام پیغمبران از جانب الله است. وحی برای پیغمبران از جانب الله است. الله متعال میگه که انا اوحینا الیک، ما با قدرت و عظمت و جلال خود وحی کردیم بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کما اوحینا، مقسم که وحی کردیم الی نوح، به نوح علیه السلام، و النبیین من بعده، و پیغمبرایی که بعد از نوح علیه السلام بودن، و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اولادهای یعقوب علیه السلام، و عیسی علیه السلام و ایوب علیه السلام و یونس علیه السلام و هارون علیه السلام و سلیمان، و به داوود علیه السلام زبور دادیم. سوره نساء آیت 163. پس کل پیغمبرها که هست کلشان پیغمبرای الله هست، کلشان معصوم هستن، کلشان پاک هستن و به کلشان از جانب الله وحی میآمد. این حقیقت اول است. حقیقت دوم، تعداد پیغمبرها بسیار زیاد است. اینا میخوان بر ما چیز کنن که فقط همین چند تا پیغمبری که هست همین پیغمبر از دیگرها پیغمبر نیست. الله متعال میگه که تعداد پیغمبرها زیاد است. و رسولا، و پیغمبرها رسولای هستن قد قصصناهم علیک من قبل، که برای تو قصهشون بیان کرده می رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از این، یعنی در آیات قرآن قصه های از اینا را بیان کردیم. و رسولا، و دیگه پیغمبرها رسولای هستن که لم نقصصهم علیک، که قصه های از اینا را بر تو بیان نکنیم. در قرآن قصه های پیغمبرها او قصه های گفته شده است که ما از او پند میگیریم. که قرآن خود کتاب قصه نیست که کل قصه های تمام پیغمبرها را اگر بیاره ذکر بکنه الله متعال خود به هزارها جلد کتاب میشه. الله متعال در قرآن عظیم شان قصه های او پیغمبرایی که قصه های زندگیشان بر ما عبرت است و دیگه قصه های پیغمبران مثل از اینا هست. امیر گفت و دیگران را اینال الله متعال میگه و رسولا قد قصصناهم علیک، رسولای هستند که قصه از اونها را بر تو کردیم من قبل پیش از این. و رسولا لم نقصصهم علیک، و بسیاری از پیغمبرای است که ما قصه هایش بر تو بیان نکردیم. از این خاطر ما به پیغمبران دو قسم ایمان داریم، یکی ایمان اجمالی داریم، یکی ایمان تفصیلی داریم. موضوع عقیدتی هست فکرتان باشه. ایمان اجمالی است که یعنی ما به تمام پیغمبرای الله که الله قصایشان بر ما بیان کرده یا نکرده با اونا به کلش اجمالا ایمان داریم، به شکل کلی ایمان داریم. و به پیغمبرایی که نامهایشان آمده و نام کتابش گرفته شده و اسمش ذکر شده بر از اینا تفصیلی با همون نامش و با همون کتابش با کل چیزش ایمان داریم. این ایمان درباره پیغمبرها هست. و کلم الله، این بیبی الله متعال در قسمت موسی علیه السلام وقتی که میگه الله کلام گفته به امرای موسی علیه السلام تکلیما به سخن گفتن،
سخنی گفته که به جلال و عظمت الله شایسته است. ما کیفیتش نمیفهمیم، اما آیت قرآن قبول داریم و تحریف نمیکنیم که بگیم نه کلام دیگه چیز، مثلا که بدعتکارا دمیجه بدعت میکنن که بعضی اوقات میخواد عقل خود حاکم بسازه و سر قرآن هم نخیر. یکی حس است، یکی عقل است و یکی هم وحی است. وحی رتبهش بالاتر است. بعضی اوقات وحی بر ما خبر میده از ملائکه، از استوای الله در عرش، از جنت، از دوزخ، از ملائکه، از لوح محفوظ، از اینا. پس اونا رو ما با عقل خودم نمیتونیم درک بکنیم و با حس خودم اونا رو دیدن نمیتونیم، چون مربوط غیب است. پس ما آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. و ای که الله متعال به امرای موسی علیه السلام تکلم کرده، سخن گفته، به مو شکلی که به جلال و عظمت الله شایسته هست، این تعطیل هم نمیکنیم که مثل بدعتکارا ور بگیم که نه این سخن نگفته است، و نه هم این تمثیل و تشبیه میکنیم که یعنی بگیم که این مثل انسان. نخیر، این هم شرک است که اگر بگیم که مثلا امی قسم ما و شما سخن گفتن مخلوق است که ما به این الفاظ و وسایل و یا ضرورت داریم. الله متعال همو قسم کلام میگه که به جلال و عظمت شایسته هست، ما مربوط غیب است نمیفهمیم. حقیقت سومی که در اینجا بیان میشه که الله متعال میگه که پیغمبران همه دو وظیفه داشتن، هم خوشخبری وظیفه میدادن و هم میترساندن، هم بشیر بودن هم نذیر بودن. یعنی بعضی مردم تو تقاضا میکنن که یعنی پیغمبر باید چی کنم؟ فقط امی مثل که بسیاری نصرانی های دروغ تهمت میکنن که دوزخ نیست، عیسی مسیح که آمده تنها برای مردم گپای خوب گفته و برای مردم میگه که شما در جنت میرین، چطور میرین؟ عذاب گپا هیچ نیست. الله متعال میگه که یعنی تبلیغاتی که اینا میکنن دروغ هست. رسولن، پیغمبرایی که بودن مبشرین، بشارت میدادن برای کسایی که مؤمن هستن، صادق هستن، یقین دارن، اینا رو بشارت به جنت میدن. و منذرین، و میترساندن کسایی که در شرک مبتلا هستند، در کفر مبتلا هستند، در بدعت مبتلا هستند، در ارتداد مبتلا هستند، در مرضهای خطرناکی که اینا را از ساحه ایمان میکشن. بر اینا را باز میترساندن، میگفتن بر شما دوزخ است، عذاب است. لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل، تا که باز مردم دلیل نداشته باشن بعد از پیغمبرا که بازو نفر بگه که یا الله من از دوزخ خبر نداشتم، من هم میگفتم که من خب میگفتم برو هر چی که کردی این ایمان آوردی دیگه، هر بلی که کردی خلاص. نه، بر پیغمبرا هم بشارت جنت دادن و هم از دوزخ مردم ترساندن و گفتن که احتیاط کنین که عذاب قبر است، عذاب جان کندن است، عذاب روز قیامت است. کل از اینا وجود داره تا که برای مردم حجت دلیل نمونه بعد از آمدن پیغمبران. یعنی ببینین اینی به خاطر از وقت ما دعوت میکنیم، یک کسی میگه والا شما دعوت میکنین، دعوت تا مردم میشنوه قبول نمیکنه. خب این حال کسی که میشنوه قبول میکنه، هدایت از او را الله هدایت کرده. او کسی که گپ حق میشنوه و قبول میکنه، او در حقیقت حمد و شکر و ثنای الله را بگوید که الله او را قبول کرده. و کسی دیگه که قبول نمیکنه، او را الله متعال توفیق هدایت نداده. ما هیچ چیز نداریم، ما نمیتونیم که انما الله متعال میگه انما علیک البلاغ و علینا الهدى. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وظیفه تو تبلیغ است، بر مردم برسان. هدایت کار الله است. انک لن تهدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دوست داشت که ابو طالب مسلمان شود، بسیار خوش داشت که کاش کمی کاکای من ای خو بسیار در زمانهای فتره مکی که بود که سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تعدادشان کم و چی بود، او به حساب قوم و به حساب بیادرزادگی و به حساب از این دفاع میکرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار دوست داشت که کاش که ابو طالب مسلمان شود. و در مقابل از او وحشی هیچ خوش رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیامد، به خاطر چی که وحشی بسیار مثلا حمزه را شکمش پاره کرد و ظلم کرد و جنایت کرد. لکن یا هند مثلا کارهایی که کرد، هند هم مسلمان شد و وحشی هم مسلمان شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق نداشت که ایمان از اونها رد بکنم. لکن او کسی را که دوست داشت، او را وقتی که الله هدایت نکرد، کار هدایت کار الله است. هر کسی که میخواد که
خوب آدم شوه، با تقوا شوه، با ایمان شوه. او نگویه که والا فلانی استاد یا فلانی استاد، فلانی استاد ای به خاطر نجات خود را درس میده که در روز قیامت از ملامتی خدا بکشه و الله از پیشش راضی شوه. اما هدایت تو پیش الله هست. اگر کار خوب میکنی و میخوای هدایت شوی، راه مستقیم میری، از الله بخوای و به الله مخلصانه دعا بکن که یا الله مرا هدایت بکنیم. خب لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد رسول و کان الله عزیزا حکیما. و الله سبحانه و تعالی عزیزا یعنی ذات بسیار عزتمند غالب، و حکیما و حکم کننده یا تشریع کننده احکام است. گیر توحید تشریع میگم، تشریع کننده احکام است با بسیار حکمت و حکیمانه. حقیقت چهارمی چی است؟ حقیقت چهارمی است شهادت الهی به صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی از اهل کتاب و بعضی از دشمنای توحید در شخصیت و در رسالت و در این رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم در شک منداختن. یاد قرآن که کلام الله هست. الله متعال میگه که حقیقت چی هست؟ لکن الله یشهد، لکن الله متعال شهادت میده بما انزل الیک، با آنچه که نازل کرده. به قرآن شهادت میده و که به تو بما انزل الیک، انزله نازل کرده الله سبحانه و تعالی به علمه، با علمش، علمی که الله متعال داره، اموت علمی که بر جلال و عظمت الله شایسته هست. و الملائکه یشهدون، ملائکه هم شهادت میده که قرآن از جانب الله نازل شده و این محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هست. اللهم صل و سلم علی هذا النبی الكریم و علی آله و صحبه اجمعین. و الملائکه یشهدون، و ملائکه هم شهادت میدن. و کفا بالله شهیدا، و کفایت میکنه که الله شهادت بده. وقتی که الله شهادت میده که تو پیغمبر هستی و شهادت میده که قرآن کلام الله هست، آل دیگه گپای از اینا کلش بی ارزش است. این دو حقیقت اساسی هست. حقیقت پنجمی را که در این آیت بیان میکنن، کفر و ممانعت از حق گمراهی بزرگ است. کسایی که کافر میشن و ممانعت از حق میکنن، اینا بسیار گمراه هستند. ان الذين كفروا، والله متعال میگه یقینا کسایی که کافر شدن و صدوا عن سبیل الله و مانع مردم از راه الله شدن، قد ضلوا ضلالا بعیدا، اینا گمراه شدن گمراهی بسیار دور از حق. این گمراهی هست. چرا انسان گمراه، اینا مثلا یک کسی دعوت میکنه، یک کسی دیگه مثلا میخیزه، چی میکنه؟ در پشت از دعوتگر میگیره و ایده توهین و توقیر و دشنام میده. مثل کی واره؟ مثل که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش وحی شد که بخید کلمه لا اله الا الله را بر مردم برسان، رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوق عکاظ میگفتن در مکه مکرمه، در اونجا رفت و به مردم میگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما بگوین لا اله الا الله کامیاب میشین. و از پشت سرش ابو لهب دشمن الله و رسولش این میگفت که لا تصدقوه انه کاذب انه کذاب، این تصدیق نکنین، این دروغگوی است. اینا الله متعال میگه این کسایی که مثلا میخیزن در مقابل پیغمبر و کسای دعوتگرای توحید، اینا توطئه جور میکنن و بسیار مثلا برنامه جور میکنن و مانع از این میشه که مردم این درسای توحیدی را گوش بگیرن. اینا خودشان کافر شدن و مانع راه الله شدن. اینا بسیار با گمراهی چی هستن؟ گمراهی بسیار دور از حق هستن. حقیقت ششمی است که کافران و ظالمان عنادی قابل مغفرت و هدایت نیستن. این کسایی که کافر هستن و ظالم هستن، لکن کفرشان و ظلمشان از عناد هست، از دشمنی هست. اگر برشان حق برسانی هم قبول نمیکنه. مثلا وقتی که در یک منطقه قرآن اعلان شد، خلاص دیگه حجت سر کلی قائم شده. ضرورت نیست که ما خانه به خانه مردم بریم و برش بگیم که تو جاهل هستی، بیا که ما بر تو دینه بگویم. حال خوب وسایل هم زیاد است، تکنولوژی هم پیشرفته است. بسیار کم کسی هست که حقیقت‌های اسلام نفهمه، لکن چون گوش نمیگیره کفر از عنادی هست.
وقتی که دید که مثلا یک کسی با ریش و با لنگیش اشته و درس قرآن میده، این چی میکنه؟ ایره گل میکنه و ایره یک 3-4 تا دشنام میده، اوسو کنه اینورا، این تروریست است، این اکستریمیست است، ایره اوسو کنه، این وهابی است، این خوارج است، این فلان است، این تکفیری است. اینا کفر از چی است؟ این کفرش کفر عنادی هست. باز برازی عذر نیست دوستای عزیز. این کسی که کفرش کفر عنادی هست برازی هیچ عذر نیست. کجاست این جاهل؟ این جاهل کجاست این جاهل؟ این خوب این جهل اختیار کردن. یک نفر دین گوش نمیگیره. این کفر عنادی هم کفر اعراض هست. الله متعال میگه اینا یکی کفر اعراض است، یکی کفر عنادی. کفر عنادی است که هر قدر حق برش گفته شود این به اساس همین دشمنی حق قبول نمیکنه. و کفر اعراضی هست که درس توحید از این روی میگردونه، میگه ما ایره نمیشنویم، ایره باید نشنوین، گپایشون باید نشنوین. ایره باز کفر اعراض میگن. ان الذين الله متعال میگه ان الذين كفروا، یقینا کسای کافر شدن و ظلموا و ظلم کردن، لم يكن الله ليغفر لهم، الله اینا رو مغفرت نمیکنه، ولا ليهديهم طریقا، و برای زنا هدایت طریق هم نمیکنه. ببینید در حقیقت پنجم اینجا ان الذين كفروا، کسایی که کافر شدن و صدوا و مانع شدن از سبیل الله، از راه الله اینا مانع شدن. در این جهاد هم داخل میشه. بعضی کسا مانع جهاد میشن، مانع مجاهدین میشن، به ضد جهاد و مجاهدین تبلیغ میکنن، به ضد توحید تبلیغ میکنن. الله میگه قد ضلوا ضلالا بعیدا. نساء آیت 167. و حقیقت ششم کافران و ظالمان عنادی یا قابل مغفرت نیستن. ان الذين كفروا و ظلموا، کسایی که کفر کردن و ظلموا و ظلم کردن، لم يكن الله ليغفر لهم، الله باز اینا رو مغفرت نمیکنه. الا اگر در دنیا توبه کنن فرصت دارن، اما در آخرت اگر با همین کفر و ظلم خود رفتن الله اینا رو نمیبخشه. ولا لیهدیهم طریقا، اینا رو هدایت هم نمیکنه، چون اینا کفرشان عنادی هست، اما هدایت هم از اینا حتی در دنیا گرفته میشه. الا طریق جهنم، یک راهی که اینا را هدایت میکنه، او راه چی است؟ راه دوزخ است. خالدین فیها ابدا، در دوزخ برای ابد میباشن. و کان ذلک علی الله یسیرا، این پیش الله بسیار آسان است. حقیقت هفتمی چی است؟ رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است. بعضی مردم ها در این مردم در شک میپرتن. الله متعال میگه یا ایها الناس، مردم، قد جاءکم الرسول بالحق، میگه این پیغمبر ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به حق آمده هست، من ربکم، از جانب رب شما، فآمنوا، پس شما ایمان بیاورین، خیر لکم، ای بر خیر شماست. و این تکفروا، و اگر شما کافر شوین، فإن لله ما فی السماوات والارض، پس یقینا برای الله تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است، این کلش بنده های الله هست. به یک 4 نفر و 5 نفر 4 تا انسانی که در روی زمین هست، به عبادت از اینا الله هیچ احتیاج ندارم، چون تمام مخلوقات الله هست و کل از اینا به سجده الله و به عبادت الله هستند. به میلیارد ملک است. شما میفهمید اینا کلشان تسلیم الله هستند. و کان الله علیما حکیما، و است الله سبحانه و تعالی بسیار علیم و بسیار حکیم. و حقیقتش هم چی است که عیسی علیه السلام بنده و پیغمبر است و عقیده تثلیث باطل است. کسایی که میگه سه خدا است باطل است، زیرا معبود حق یگانه است. بعضی کسا مردم در شک میپرسند که عیسی مسیح این پیغمبر نبوده. الله متعال میگه یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم، شما در دینتان افراط نکنین. ببینید افراطی که در قرآن هست در دین چه قسم افراط میشه؟ افراطی قسم میشه که از گپ الله که بالاتر کس گپ بزنه، این افراط میگم. یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، لا تغلو، افراط نکنین فی دینکم، در دینتان. چی کردن در دین خود که نه افراط کردن؟ ولا تقولوا علی الله الا الحق، و بالای الله نگوین مگر حق. شما سر الله دروغ میگین. انما المسیح عیسی ابن مریم، یقینا مسیح که است عیسی، این پسر خانم به نام مریم است، این پسر الله نیست، این پسر یک مخلوق است، بنان این مخلوق است، رسول الله است، رسول الله است. و کلمته، و امو کلمه الله هست که الله اذا اراد شیئا، وقتی که یک مخلوق را خلق میکنه کن برش کن میگه. برای عیسی علیه السلام هم کن گفته شده هست. پس این عظمی کلمه الله هست که به امر الله ای خلق شده. القاها الی مریم، این الله متعال با امی کلمه کنه که گفت
ایره القا کرد به بیبی مریم، یعنی در بطن مریم ایره خلق کرد با حکم خود الله متعال. و روح منه، و امی عیسی مسیح علیه السلام روحی از این مخلوق است، لکن پیش الله بسیار با عزت است. فآمنوا بالله. ما شما گفتیم که مثلا وقتی که کلمت الله گفته میشه، یا بیت الله گفته میشه، یا روح الله گفته میشه، یا ناقة الله گفته میشه، وقتی که مخلوق یا عبد الله گفته میشه، اینمی کل نامهای مخلوقات وقتی که به طرف الله مضاف میشه یا نسبت داده میشه، ایره اضافت چی میگن؟ تشریفی میگن. یعنی وقتی که میگه بیت الله، چی میگیم؟ میگیم بیت الله یعنی کعبه شرف. ما چی عقیده داریم؟ میگیم هذا بیت مخلوق معزز مکرم عند الله. اینمی خانه کسی کعبه شریف، بیت از خانه از مخلوق است، از سنگ و از سمنت و از تکه و اینا جور شدن، مخلوق است، لکن پیش الله با عزت است، چون قبل مسلمان ها الله دیگه شده. یا مثلا وقتی که میگیم که عیسی علیه السلام کلمه الله است، یعنی هذه کلمه مخلوقه، یعنی عیسی علیه السلام کلمه است که به امر کن الله سبحانه و تعالی خلق شده. پس عیسی علیه السلام کلمه بهشون به امر کن الله سبحانه و تعالی که برش امر کرده ای خلق شدن، از این خاطر مخلوق معزز است. و روح عیسی علیه السلام هم چی است؟ مخلوق معزز مکرم، مخلوقی است که معزز و مکرم است. مثل که آدم علیه السلام گفت و نفخت فیه من روحی، اینجا هم الله به طرف خود نسبت داده، یعنی من نفخه کردم در آدم علیه السلام، دماندم در آدم علیه السلام از روح خود، یعنی روحی که مخلوق ما است با عزت است، از این خاطر ما ایره به طرف خود نسبت دادم. اینال الله متعال میگه که اینی فآمنوا بالله، پس شما ایمان برین به الله و رسولی و بر رسولهایش، به کلش ایمان برین. ولا تقولوا ثلاثه، ای افراط نکنین که بگین سه معبود هست. انتهو، از این گپ ختم بکنین. خیر لکم، ای بر شما بسیار خوب است. انما الله، یقینا الله که است، اله واحد، معبود یگانه هست که ذاتش عبادت میشه و شریعتش اطاعت میشه. سبحانه، پاکیست بر از او پاک است، ان یکون له ولد، از اینکه بر از او فرزند باشه. فرزند خو مخلوقات می داشته باشه. الله پاک است از این صفت مخلوقات. له ما فی السماوات و ما فی الارض، بر الله تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است، این کلش مخلوقات ملک الله هستند. و کفا بالله وکیلا، و کافی است که الله سرپرست باشه و تدبیر کننده باشه. حقیقت نهمی که اینجا بیان میکنم، عیسی مسیح و ملائکه مقربان از بندگی الله سرکشی و تکبر نمیکنن. یعنی بعضی اوقات اونا تو فکر میکنن، بر مردم فکر میتن که یا ملائکه مقرب نمیخوان بندگی بکنن، بسیار بزرگ هستن، بسیار مقام دارن، و یا هم عیسی مسیح علیه السلام نمیخواست بندگی بکنن، او بسیار صفات خوب داشت. نه خیر، الله متعال میگه که این شبهات دروغ است، حقیقتی است که لا یستنکف، هیچ وقت ممانعت نمیکنه و سرکشی نمیکنه. کی؟ عیسی علیه السلام، المسیح عیسی علیه السلام، ان یکون عبد لله، ای که بنده الله باشه، از این سرکشی نمیکنه، میگه من بنده الله هستم. ولا الملائکه المقربون، و حتی ملائکه مقربین که مثلا جبریل امین علیه السلام است، و میکائیل علیه السلام است، جبرائیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام و اسرافیل علیه السلام و ملک الموت علیه السلام، اینا هم از بندگی الله سرکشی نمیکنن، بنده های معصوم و پاک هستند. و من یستنکف، و هر کسی که سرکشی بکنه عن عبادتی، از عبادت الله، و یستکبر و تکبر بکنه، فسیحشرهم الیه جمیعا، باز کل از اونا را پیش خود الله متعال حشر میکنه. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس هر کسی که ایمان آورد و اعمال صالحه کرد، فیوفیهم اجورهم، بر از اینا اجرشان داده میشه، پاداششان داده میشه. و یزیدهم من فضله، و با اضافه از اعمالشان الله به فضیلت خود بر از اینا نعمتهای بیشتر میتن. و اما الذین استکبروا و استکبروا، اما کسایی که سرکشی و تکبر کردن، فیعذبهم عذابا الیما، بر از اینا عذاب دردناک است. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، بغیر از الله نه دوست پیدا میکنن و نه نصرت کننده.
حقیقت دهم چی است؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دلیل است، یک حجت است از جانب الله و منور کننده هست، مردم نور میته، روشنی میته، اینا را از تاریکی کفر نجات میته. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم دلیل، بر شما دلیل آمده من ربکم، از جانب ربتان، و انزلنا الیکم، و بر شما نازل کردیم نور مبینا، نور آشکارا. فاما الذین آمنوا، پس هر کسی که ایمان آوردن، بالله، به الله، واعتصموا به، یعنی قد جاءکم دلیل من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. اینجا این نور مبین و این دلیل هم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه و هم قرآن عظیم الشان دلیل الله هست و نور، یعنی انسان هم الله، هم قرآن و هم رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاما الذین آمنوا بالله، پس کسانی که ایمان آوردن و اعتصموا به و به دین الله چنگ زدن، فسیدخلهم فی رحمت منه، اینا را الله داخل میکنه در رحمتش و فضل و در فضیلتش، و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، اینا را هدایت میکنه به سوی خود، به راه راست. حقیقت 11 چی است؟ حقیقت 11 است که تشریع احکام مربوط الله است. الله هست که احکام تشریع میکنه، پیغمبر تبلیغ میکنه و این توحید در تشریع همی است که وقتی که الله تشریع میکنه احکام، ما باید به احکام و قوانین الله تسلیم شویم، چرا الله شارع حقیقی و تشریع کننده هست. و اگر کسی به غیر از تشریع الله قوانین مخلوقات قبول میکنن، باز این شرک در تشریع میگن، این شرک در تشریع میگن. یعنی یکی شرک در عبادت است، یکی شرک در تشریع است. شرک در عبادتی است که یک کسی در عبادت الله کسی را داخل میکنه، و شرک در تشریعی است که مثلا در شریعت الله، در احکام الله، قوانین مخلوقات یا داخل میکنه یا قانون مخلوقات به عوض قانون الله، به عوض شریعت الله میپذیره. الله متعال میگه یستفتونک، از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب فتوا میکنن که در این مسئله حکم چی است. قل بگو برشان که الله یفتیکم فی الکلاله، الله بر شما در مسئله کلاله فتوا میده. کلاله یکی از موضوعات میراث است. مثلا یک کسی فوت میکنه، هیچ دختر و پسر نداره، این کلاله میگه. آلدهی برای پرسان کردن که حالا مثلا یک نفر میراثش به اولاداش میرسه، مثلا قسمت میشه، خالی خودش اولاد نداره، این چطور بکنم؟ دیگه برشان گفت که این مردم وقت از تو سوال میکنن، این یک حکم شرعی هست، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب ازی مربوط الله هست. الله برات وحی میکنه و جوابش برات میگه. الله یفتیکم فی الکلاله، بگو برشان که الله فتوا میده. چی میگه؟ این امرؤ هلک، اگر یک شخص فوت کرد، لیس له ولد، هیچ اولاد نداره. ولد چی میگن اینجا؟ یعنی دختر و پسر، نه دختر داره نه پسر داره، فوت کرد. ولهو اخت، لکن خواهر داره، فلها نصف ما ترک، و میخوارش باز نصف متروکه میرسه، نوش جانش این باز برازی میرسه. اگر $200,000 داشت، $100,000 برای خواهرش میرسه. ما ترکه و هو یریثها ان لم یکن لها ولد، و یام برعکس هم است که اگر خوار بمره، اولاد نداشت، خوب پیسه دار است، شوهر نکرده، اولاد نداره، آل بیادر ازی باز میگه بر از پیش ازی امی قسم و هو یریثها میراثش میگیره. فان کانتا، میگه اگر امی 2 دختر بودن، فلهم الثلثان، باز بر از اینا 2/3 هست، 2/3 هست. مما ترک، از آنچه که ترک کرده. و این کانوا اخوة رجالا و نساء، اگر باز برادرها و خوار گهد بودن، از 2 زیاد بودن، هم خوارای زیاد داشتن، برادرها داشت 5-6 بودن، فللذکر مثل حظ الانثیین، باز برای مرد دختر داده میشه. یبین الله لکم ان تضلوا، الله متعال این حکم بیان میکنه تا که شما گمراه نشین. والله بكل شیء علیم، الله سبحانه و تعالی به هر چیز علیم و بسیار با خبر هست. یعنی الله متعال تمام ازیره میفهمه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.